خطر شرک را در قرآن عظیم شان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بدانیم. حداقل وقتی که شرک میگیم بعضی کسا هست خطر شرک نمیفهمه. از این خاطر برجبوی که برادری این عملی که خودت میکنی تو رو در شرک داخل میکنه. میگی یک گپی بسیار عادی است، شما چی گپای عادی نمیگیرین؟ از نماز گپ بزن، از روزه گپ بزن، شرک چیزی گپ میزنی؟ نفهمیدین؟ یعنی بسیاری کسا خطر شرک نمیفهمه. میفهمه که اگه نماز نخوان گناهگار میشه، اما نمیفهمه که اگه در شرک مبتلا شد تمام اعمال از چی میشه؟ باطل میشه. پس این رو باید بفهمیم. در قرآن عظیم الشان در قرآن عظیم الشان خطرهای شرک بسیار زیاد گفته شده. اول خطر شرکی است که این الله سبحانه و تعالی میفرماید در سوره نساء آیت 69 میگه ان الله لا یغفر ان یشرک به. الله نمیبخشه کسی را که به او شریک آورده باشه. و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. و ما سوای شرک تمام گناهان دیگر اگر الله بخواه میبخشه. پس اینجا خطر شرک در چی شد که یک نفر زنا میکنه، یک نفر شراب میخوره، یک نفر سرقت کرده، یک نفر قتل کرده. این تمام گناهایی که به نظر ما و شما بسیار بزرگ معلوم میشه امکان بخشیدن وجود داره، اما شرک در روز آخرت بخشیدن نمیشه. الله چی میگه؟ ان الله لا یغفر. الله نمیبخشه فکرتان باشه ان یشرک به، که کسی در این 5 چیز به امرای از او چی کنه؟ در یکی از این 5 چیز، ضرور نیست که در 5ش باشی، در یکی از این 5 چیز کسی را شریک بکنه نمیبخشه. و یغفر ما دون ذالک. در ما دون ذالک چی داخل میشه؟ شراب، زنا، قمار، گناه های دیگه. ممکن است که الله او را نبخشه، ممکن است که الله او را چی کنه؟ ببخشه. یعنی امکانات بخشیدن از او در آخرت است ولو که یک کس توبه نکرده باشه. اما اگر شرک در دنیا توبه نکرده باشه و با شرک بمره باز قابل بخشایش نیست. و من یشرک بالله، باز توکید میکنه در آیت شریف، و من یشرک بالله، و کسی که به امرای الله کسی را شریک میکنه، چی در ذاتش باشه، چی در صفاتش باشه، چی در افعالش باشه، چی در عبادتش باشه، چی در اطاعتش باشه، فقط ضل ضلالا مبینا. این گمراه شده، گمراهی از دیگه آشکار است. این رو باز که سر دیگه نقد کردن نمیتونه که نه صاحب چطور است چنان. گمراهی از چی است؟ 100% آشکار است. خطر دومش در قرآن چی گفته از شرک؟ این خطر اولش بود در آیت دوم، در آیت 24 سوره لقمان، ان الشرک لظلم عظیم. ببینید یک نفر بالای مخلوق ظلم میکنه، این ظلم صغیر است. یک نفر قتل کرد، ظلم کرد نکرد، اما از اینمی قتل هم کرد شرک چی است؟ ظلم بزرگ است. چرا؟ اول این ظلم در حق خود است. آدم بیعقل در حق خود ظلم کرده، خود در عذاب الله داخل کرده. از این خاطر چی است؟ الله میگه شرک چی است؟ ظلم بسیار بزرگ است. حالا اگر یک نفر قتل کرده باشه میگه بسیار ظالم است، یک نفر مال یک کس را خورده باشه میگه بسیار ظالم است، یک نفر دزدی کرده باشه میگه والا در حق از او ظلم کرد، یک نفر بینی یک کس را شکستانده باشه میگه بسیار ظالم است که بینی از او کده بگذر شکستان. در شرک می زیر پای عروس مرغ ذبح میکنه، هیچ کلا گیسونش سایل میکنه، زیر پای آجی گوسفند ذبح میکنه. فصلی لربک وانحر. الله میگه ذبح برای کی بکن؟ به الله بکن. ذبح میکنه به غیر الله، در قبر میبره، در زیارت میبره، مرغ میکشه، حیوان میکشه، نظر به نام مخلوق میگیره، هیچ بی تفاوت است. الله میگه ان الشرک لظلم عظیم. این بسیار ظلم چی است؟ بزرگ است. شما ظلم بزرگ کردید. با یک مورگک پناه میبره، گیر شده در گردن اولادت انداختی، میگه این از بلا نگاه میکنه. مذهبی ظلم نکردیم. الله میگه ظلم بزرگ کردی. این شرک چی؟ لظلم عظیم. از قاتل که گناهی تو زیاد است. میفهم؟ مشکلی از همین گناه های کلان کسی رو شیطان در نظر آدم چی نشان میده؟ خورترک نشان میده.
میگه خب از دوزخی است بیا تو کارش کن که این در دوزخ داخلش کن. شیطان زیاد کوشش میکنه که آدم در شرک مبتلا کنه. باز اونم میگه برو تسبیح 1000 دانه‌ای بگی، بیا از تو دوزخ میری. برو تمام روز در گوشه قرار اونجا میشه ذکر کرده برو. شیطان میگیره قرض نگیرین بان که تا صبح چی کنه این خود در شرک مبتلا در دوزخ میره بانشن. برو نفل بخوان، اقا نفل میخوانه اما در شرک آمد شیطان بهش میگه هیچ گناه نیست، هیچ پروا نداره. متوجه هستین نه؟ شیطان بسیار خطرناک است. شیطان خطرناک است. گناهی که به اندازه کو قرآن رو گفته که ان الشرک لظلم عظیم. شرک است گناهش مثل کوار است، مثل که کور در فرقت مانده باشه. اینمی کور شیطان کاه جور میکنه. فهمید یا نه؟ اما گناهی که بسیار خورده که است در چشم تو چی نشان میده؟ کلان نشان میده. احیانا هیچ گناه نیست. بعضی کسا را سعی کنی خودش در شرک مبتلا است، یک تفلک در مسجد آمد اونجا گپ زد قال میپرته. برش میگه او کاکا جان این تفلکی که در مسجد آمده همین خب مکلف نیست هنوز، این هنوز دفتر اعمال برش انداخته نشده تا که بالغ نشدم نه دفتر اعمال نداره. پس این برای هنوز دفتر اعمال انداخته نشده که گناه ها و سیئاتش و حسناتش محاسبه شود. این هنوز غیر مکلف است. این یک گپ زد سر از توی قدر قال مقال انداختی و خودت که دگردنت 50 دانه موره و تار و در تاویزات سعی کن نشته از جبرائیل یا میکائیل یا محمد یا علی یا شرطتوس یا چطور نامای مختلف، نامای جنها، نامای ملائکه. همین ملائکه همین چیزایی که تو به او پناه بردی و کی هستن؟ مخلوق هست نیستن؟ ملائکه مخلوق است. وقتی که تو میگی که یا جبرائیل در تاویزت نشته کرده یا میکائیل پناه به کی برده؟ به غیر الله هست نیست. شرک شد نشد. آل در گردن تاویز شرکی انداختگی است و پناه به غیر الله بردیم. حتی یک تاویز ما خواندم نشته کرده بود که یا قطمیر نشته کرده چی نشه. باز من گفتم قطمیر چی است؟ گفتی سگ اصحاب کهف است، یعنی به سگ پناه برده، نه خبر نداره از جان خود. اما در بسیار گپکای عادی ما کم گرفته. همین کمک که پایت اینتو یک کمک اینتو شد لا چرا پایت تو ماندی؟ پیش کو ایتو کو وقت به ناخون خدا تو میمانه. از 4 ناخون باید زیاد نشه. بسیاری وقتا در چیزایی که اونجا امکانات چی است؟ امکانات اجتهادات مختلف است. یکی میگه پایت بچسبان، حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله است که در نماز پایت با پایت چی کو و پالوفایلت بچسبان، شانه هم چی کو بچسبان. از ما و شما که در افغانستان یک نفر می فقط که جنگی باشه اونجا دور استاد میشه، در بین تو از چی است؟ یک بلس فاصله است. او برادر شانه با شانهش بچسبان، پایت با پایش بچسبان. رسول الله صلی الله علیه و آله گفته که چیز کنین که شیطان مداخله کرده نتونه، صفتان بس مثل بنیان مرصوص باشن. به هر صورت انال شرک ظلم عظیم گفته شده. امام بخاری رحمت الله علیه یه حدیث صحیح البخاری هست روایت میکنه عن عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه. میگه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه گفت لما نزلت، وقتی که آیت شریف نازل شد که الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردن، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، و اینا التباس یا گت نکردن ایمان خدا به همراه ظلم. قال اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اینا لم یظلم. میگه اصحاب رسول الله هم گفتن که کدام یکی ما ظلم نکردیم، حتما یک اشتباه از پیش ما شده. فانزل الله عز وجل، میگه الله سبحانه و تعالی بازی آیت شریف نازل کرد که ان الشرک لظلم عظیم. بزرگترین ظلم کدام یکی است؟ شرک است. خطر سوم شرک چی هست؟ خطر سوم شرک در قرآن عظیم شان است که شرک تمامی حسنات از بین میبره. تمامی حسنات. مثل که یک نفر یک کتاب مکمل نشته بکنه، یک کسی بیامت شفت دلیت کنه کلش. یک وقت سایل میکنی که کتاب از اول تا آخر چی است؟ چی شد؟ والا سایبیرم من شفت دلیت کردم در این سایکل بینی تا میافت نمیشه. کامل چی شد؟ ایت خطرناک است. چی میگه؟
ولقد اوحی الیک، که قرآن خطاب برای کی هست؟ بر رسول الله صلی الله علیه و آله است. شخص اول است و دوم کسی که قرآن تلاوت میکنه. بر رسول الله صلی الله علیه و آله میگه ولقد اوحی. آیت چی هست؟ آیت 76 سوره زمر است. الله سبحانه و تعالی میگه ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک. ای پیغمبر، بر تو وحی شده و به کسانی که قبل از شما بودند وحی شده. لئن اشرکت، اگر تو خودت که پیغمبر هستی، سعی کن خطاب به کی است؟ ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک. ام بر خودت و ام بر دیگه پیغمبران تو وحی شده که لئن اشرکت، اگر شریک کردی در ذات، صفات، افعال، عبادت و اطاعت الله کس دیگه را، لیحبطن، تو که پیغمبر هستی، لیحبطن عملو، حتما تمام اعمال تو چی میشه؟ از بین میره. ولتکونن، و تو خودت حتما من الخاسرین، از جمله کی میباشی؟ پس سختترین چیزی که پیغمبرها از اون میترسیدن چی بود؟ شرک. و بزرگترین مبارزه پیغمبرها در مقابل چی بود؟ شرک. زیاد این پیغمبر را کل شب بخوانی قرآن، شما هر قصه که از پیغمبر، یک پیغمبر می قصه نیست، یک حقیقت است. وقتی حقیقت زندگی یک پیغمبر در قرآن بیان میشه، شما دقیق سر از او فکر بکنید. همین پیغمبر وقتی که میاد مقابل قوم خود چی میگه؟ انا اعبد الله و اجتنب الطاغوت. عبادت الله را بکنین و از طواغیت، از شیطان و عبادت شیطان و شریک کردن شیطان از این اجتناب کنین. پس این بسیار خطرناک است که تمام اعمال انسان نابود شد. تمام اعمال انسان چی شد؟ بسیار خطرناک است. ولی فعلا اگر شما متوجه باشین، این مردم افغانستان زیاد بی تفاوت در مقابل چی هستن؟ بسیاری کسایی را که بگویی قار میشه سرت. ای برادر، شما آمدین آیت های کافرها را سرما استعمال میکنین. این آیت خود برای مشرکین قریش بود، این شما سرما استعمال میکنین. اولی آیت قرآن به کی خطاب میکنه؟ به رسول الله صلی الله علیه و سلم. چی میگه؟ ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک، بر تو وحی شده و بر کسانی که قبل از تو بودن. لئن اشرکت، اگر شرک بیاری، لیحبطن عملک. که کماکم که کما کنه. که برای کی خطاب میشه؟ مخاطب است. قرآن برای کی خطاب میکنه؟ بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. به خود شخص پیغمبر خطاب میشه که احتیاط بکنی. و ما تو که قرآن میخوانیم، اول به کی خطاب میشه؟ ما که قرآن میخوانم اول به ما خطاب میشه. احتیاط کنی، شرک نبیاری. از این خاطر ما باور بکنین، ما براتون بگویم، ما در زندگی خود در ژورنالیسم کار کردیم. شهادتنامه ژورنالیسم دارم که نطاق بودم در رادیو افغانستان 30 سال پیش. شهادتنامه برق دارم، حتی انجینری برق هم خواندیم. یک وقتی که ما دعوت میخوانیم، در دعوت استادا میگه شما دیگر رشته هم بخوانین که باز در مقابل دعوتتان پیسه نگیرین. تو نشه که مثلا یک درس بیتی واسه جیبای مردم سیل کنی، یک مسئله یک بگی باز متوجه ازی باشه. نه، خودت اقتصادت برآورده بسازی. خب برق هم خواندیم، تایپ رایتر هم وقت بود رو هم خواندیم، کامپیوتر هم خواندیم، دیگه فقه هم خواندیم، ماستری هم در فقه حنفی گرفتیم، او رو هم گرفتیم. خب کلش برادرای محترم در طول زندگیم بسیار چیزا را تجربه، در فیلم هم کار کردیم. عمل دمی اینترنت که برین شکل این دختره که دعوتگر فیلم ما است، شکست صلیب فیلم ما هست، روز بعد بیادر نداره، دوام کار کردیم، در 15 هنرام درس دادیم، در کل مسائل دست زدیم. آخرین نقطه‌ای که برای خود من جالب است که 12 سال است، یا الله اگر من نگیده 10 سال یا 12 سال یا 14 سال میشه که در بخش عقیده کار میکنم. عالمی هر جایی که میرم
دیگه درس نمیدم. فرضای نماز چند تاست؟ سنت هایش چند تاست؟ سنت های وضو چند تاست؟ اینو میگم با اون علمای دیگه چیز. از ما درسم چی است؟ همین که وقت مرا بده میگه چی درس میدی سن میگه اجازه بدی عقیده. چرا فهمیدم که با وجود ازی که فقه میخواندیم، با وجود ازی که در مذاهب چهارگانه احکام میفهمیدیم، خود ما در شرک مبتلا بودیم. و رسول الله صلی الله علیه و آله که شرک از دبیب نمل هم کده کوچکتر است. از چی کده کوچکتر است؟ دبیب نمل چی را میگن؟ مرچک های زرد خورترک است. این مرچک های زرد یک وقت در یک جای شیشتی سیل میکنی کل وجود تا مرچک گرفته، خبر هم نداری. این تو میگه خورترک ازش نمیبینه چشمت. از این خاطر میگه بسیار چی کنین؟ خطر چهارم شرک چی است؟ سقوط است از مقام ایمانی به لجنزار کفر. در حالی مقام است، رتبه 100% پیش الله هست. با یک شرک از آسمان چی میکنی؟ به زمین میفتی. در آیت 42 سوره حج و من یشرک بالله، الله میگه هر کسی که به الله شرک بیاره فکأنما خر من السما، مثل عزیز که خر اینجا به معنای سقطه، فهمیدین؟ مثل که سقوط کرده باشه از آسمان، سقوط کرده باشه. بازی آنقدر ذلیل بی وزن می باشه فتخطفه الطیر، بازی یک پرندگک چی میکنه؟ اختطافش میکنه. یک پرنده هم میتونه چی کنه؟ اختطاف کنه. و او تهوی به ریح فی مکان، یا باد همین قسم ببریش. از این خاطر آدمایی که توحید و عقیده صحیح ندارن، اوندام رو بازی میته، امریکایی‌ها رو بازی میته، ناتو رو بازی میته، کافرام رو بازی میته، مرتدام رو بازی میته. فهمیدی یا نه؟ بعد دو کلمه رو چی میته؟ در یک مسیجه که فیسبوک ایره کافر میسازه. اما اگر عقیده قوی داشته باشه، بازی رو کس فریب داده یا آیت قرآن هم میگه میگه کسی که شرک آورد از آسمان سقوط میکنه و کجا؟ در زمین هم نمیرسه، در نیمه راه کی میگیرشه؟ یک پرندگک میتونه که چی کنه؟ شکار خود کنه. پرنده چقدر ناتوان است، اما این شکار اون پرنده شده میتونه با این کتگی خود. یا باد که یک چیز رو تو شمالک میبرنه، یک خسه میبرنه، سنگ برده نمیتونه. پس این قدر بی شخصیت میشه و بی ارزش میشه. دیگر از خطرهای شرک در احادیث که است، یگان حدیث هم بخوانیم. در احادیث درباره شرک زیاد آمده. خو یک حدیث براتون میخوانم یا دو حدیثه. خب همین بعضی احادیث آمده ما هم مسیر براتون میخوانم. خب یک حدیثی است که عن عقبه ابن عامر انه جاء في ركب 10 الى رسول الله صلی الله علیه و سلم. عقبه ابن عامر رضی الله عنه میگه که 10 نفر پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن. این 10 نفر آمدن که میخواستن مسلمان شون. 10 نفر آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما میخوایم چی شویم؟ مسلمان شویم. وقتی که آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و دستای خود دادن، هر کس که مسلمان میشد دست میداد رسول الله صلی الله علیه و سلم، چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت میکرد. سعی کنین خطر اینجا که رسول الله صلی الله علیه و سلم عملا خطر شرک برای ما و شما نشان میده. فبایع 9، این صحابی مبارک میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم با 9 نفر از یا بیعت کرد. و امسک عن رجل، یک نفر در بین 10 نفر که تو 9 تاش دست داد بیعت کرد، یک تاش که همین نزدیک دست خود پیش کرد، رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت نکرد، دست خود جمع کرد. مردم ایران ما این نفر میخواد مسلمان شوه، رسول الله صلی الله علیه و سلم دست خود برش نمیته، اسلامش قبول نمیکنه. فقالوا ما شأنه، الصحابه ایران گفت یا رسول الله چی کردی؟ چرا امروز را بیعت نکردین؟ چی مشکل داره؟ فقال ان فی عضده تمیما،
در شانش یک دانه تمیمه هست، تاویز است، تومار است. سابق اونجا در شانهای خود در عصر جاهلیت می رفتن از قبر سنگ می گرفتن، از پیش بت یک چوبک می آوردن، گرد قبر تار می گرفتن، یک دانه توتی چوب می گرفتن، یک دانه موره را می گرفتن، یگان چیزها را نوشته می کردن، این تمیمه می گفتن. رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت که در شانی از این علامت چی است؟ علامت شرک است. ان فی عضده تمیمه. ما و شما تومار میگیم. بعضی اوقات مردمای هستن سنگ، چوب، قلوخ، بعضی چیزها رو چی میکنن؟ در شانه خود آویزان. رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که ان فی عضده تمیمه. گفت چطور من کسی بیعت کنم در شانه از این علامت شرک است؟ اون شرکش بیرقی معلوم است. فقطع الرجل التمیمه. این شخصی که مسلمان میخواست شود یه چیز خدا قطع کرد، دوست انداخت. فبایعه الرسول الله صلی الله علیه و سلم. باز امروز کی بیعت کرد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. ثم قال من علق فقط اشرک. کسی که این چیزها را آویزان کرد، در گردن خود موره را انداخت، در گردن خود مثلا چوبا را انداخت، چرا این به غیر الله پناه بردن؟ شرک آورده. بعضی ها مثلا موره را میمانه، بعضی مثلا چشم موره میمانن، بعضی کساس مثلا صدف آویزان میکنه، بعضی از کساس سنگ آویزان میکنه. و رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که من علق فقط اشرک. این مشکلات است که در جامعه سر از این بحث نمیشه. چرا بحث نمیشه؟ چون مردم به زیاد مبتلا هست و شیطان در مقابل ازی بسیار شدت میکنه، در ذهن مردمی را ساخته. بسیاری از کسایی که یه حادثه میگه اگه بخوانم کل مردم سر من میخیزه، نفهمیدین؟ باز مردم میگه اینه تو ما را مشرک ساختی؟ پدر ما 40 سال در گردنش موره بود، ببین اینه قدر یک پندک در گردنش چشم موره و خر موره و صدف و قلوخ سنگ فلانی قبر و قلوخ مجم زیارت چلتن و یاره داشت. برای از مسجد ما برای و انگلیسی ها خوب اصطلاح رو برای مردم جور کرده. انگلیسی ها که در افغانستان آمد گفتی مردم چی کردن؟ قط اصطلاحات یارش کار کن. هر کسی که از قرآن و سنت گرد زد بگو نامش وهابی است. امیلی که گفتی حال مردم میگن. حتی در بسیاری مسجد هاست میگه قرآن درس نده، نه قرآن درس دادی چی شدی؟ وهابی شدی. صحیح بخاری درس دادی؟ وهابی شدی. خواهی چی کنم که به وهابی شوم؟ شعر بخوان. نه شعر بخوان. شعر اگه خوانی چیست؟ اگر این حدیث گفتی بسیاری کسال از ترس دیگه پاره تبلیغ استاد شما خونه بدنام هستین، شما را خبر دادم هر چیز میگه ما را در بلا نپرتو. صحیح نه؟ در حدیث دیگه سعی کنید موقف رسول الله صلی الله علیه و دیدین نه؟ ولکم فی اسوه ما باید کی باشه؟ ولکم قرآن چی میگه؟ ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. ولکم فی کی؟ اسوه کی باید باشه؟ حالا بسیاری کسا میگه نه رسول الله صلی الله علیه و نباشه. اسوه ما بزرگوار ماست. بودگان میگه اسوه ما فلانی خان است، رهبر حزب ماست، رهبر جماعت ماست، رهبر گروه ماست. متوجه هستی نیست؟ وقتی که اسوه رسول الله صلی الله علیه و رسول الله صلی در مقابل شرک چه قسم موقف داشت؟ دیدین چقدر شدت کرد؟ اسلامش قبول نکرد تا که از شانه خود چی رو دور نکرد؟ اینمی توماراوی نگه بود. شما اکثرا برین طرف پلخشتی که رفتین سایل کنین شرک چه قسم است؟ در ورقه که زرد سعی کنین ورقه زرد کلام نشه از قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس، الحمدلله، آیت الکرسی. شما میگین که حالا این سعی قرآن نوشته کرده. در پولویا که سعی کنین عکس شیطان است. یک آدم کسی چه چیزی است با دستر سینه از نشست یا ابلیس یا ابو مره ابلیس ای بنام تو ای بنام تو. یعنی شرک چی نمیگه که ام نام الله را میگیره، ام کتازو چی نمیگیره؟ غیر الله را شریک میکنه. شما بخواین اکثرا در تعویض یک جای نشست بسم الله الرحمن الرحیم، بعد از زیرش نشست یا بدوح کی است؟ نام کدام شیطان است؟ یا نام یک
مخلوق است، مخلوق شریک کردی. حالا جبریل علیه السلام ملائکه است، خالق خو نیست. یکی الله هست، یکی غیر الله. حالا جبریل الله هست یا غیر الله؟ غیر الله. پیغمبرها الله هستن یا غیر الله؟ غیر الله. پس گفته که شما باید غیر الله را در عبادت الله چی نکنین؟ شریک نکنین، هر کسی که باشه. خب ببینید دیگه رسول الله صلی الله علیه و دوم حدیث از رسول الله میگه عن ابن عباس، عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ان رجلا قال، میگه یک شخص آمد به رسول الله گفت که یا رسول الله ما شاء الله و شئت، آنچه که تو بخوای و الله بخوای و تو بخوای. همین جمله رو برش استعمال کرد، ما شاء الله و شئت، آنچه که تو بخوای و الله بخواد، تو الله بخواین. فهمیدین؟ فقال جعلتنی لله عدلا، تو مرکت خود الله شریک ساختی، مساوی ساختی. بل ما شاء الله وحده، بگو که الله آنچه که الله به یگانگیش بخواد. یعنی حتی می جملات صحابه را چی میکرد رسول الله؟ تصحیح میکرد. جمله غلط است، ما شاء الله و شئت، اگر تو الله بخوای چیز مرکت الله شریک ساخت. وستو کو این جمله را. این حدیث از مسند احمد بن حنبل است و شیخ البانی او را در سلسله صحیحه حدیث صحیح گفته. دیگه موقف رسول الله صلی الله علیه و چی بود؟ عن عایشه رضی الله عنها عن النبی صلی الله علیه و سلم. ببینین امی کسی که در مریضی مرگ خود یک وصیت میکنه، این بسیار وصیت چی میباشه؟ قوی میباشه. مثلا یک پدر در آخرین گپا خود زیاد برای اولادای خود نصیحت کرده، لکن این وادی مرگ اولادای خود جمع میکنه، میگه والا مرگ من نزدیک است، اینی گپ بسیار مهم است، اینی کارا بکنین. صحیح است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در مرض وفات خود بر امت خود وصیت میکنه. باید این وصیت چی باشه؟ بسیار مهم باشه. این حال رسول الله صلی الله علیه و چی میگه؟ عن عایشه رضی الله عنها، ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها، حدیث صحیح البخاری است. روایت میکنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال فی مرضه الذی مات، دمو مرضی که میگه رسول الله صلی الله علیه و مات فیه، دمو مرضی که رسول الله صلی الله علیه و باز دمو مرض چی شد؟ وفات نمود. سعی کنین وصیت کرد برای امت خود، گفت او امت من لعن الله الیهود و النصارى، لعنت کرد الله بر یهود و نصارا. چرا؟ اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، قبر پیغمبرها را مسجد ساختن. یعنی به عوضی که به الله سجده کنن، به قبر پیغمبر چی میکردن؟ سجده میکردن. به قبر پیغمبر سجده میکردن، به قبر پیغمبر رکوع میکردن، در گرد قبر پیغمبر تار میگرفتن، بازو تار را در گردن خود، در گردن اشتکای خود ویزان میکردن، در پیش قبر پیغمبر میله جای جور میکردن، سر قبر پیغمبر که اونجا میرفتن چای بخو، الوا بخو، قالینا را فرش کو، اینی کارا را میکردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، قالت ولولا ذلك لابرزوا قبره. اگر امی حدیث نمی بود صحابه قبر رسول الله صلی الله علیه و بسیار لوکس، سمیتی، خشتی گپا بسیار لوکس جورش میکردن. غیر انی اخشى ان یتخذ مسجد، به خاطر از اینکه مردم باز که قبر که بسیار لوکس جور شوه و زیبا جور شوه، باز مردم میره برای چی میکنن؟ سجده و عبادت میکنن. قبر پیغمبر هم عادی ماندن. و من چند روز پیش یک کلیپ در اینترنت پیدا کردم که داخل مسجد نبوی که در قسمتی که گوشه که قبر است و چهار طرفش چی گرفتن که پشت سر از اون نماز خوانده نشه، در گوشه که موجه قبر پیغمبر است، قبر پیغمبر در بازش واس کردن که نه سمت است نه هیچ چیز، قبر عادی از خاک، یعنی یک بلس خاک داره. در پالوش یک صحابی است، ابوبکر صدیق، در پایینش یکمکی طرف عمر فاروق رضی الله تعالی. باز وسطش یک دیوالک است، باز طرفش بخلم که از ام المؤمنین عایشه صدیقه است، از کی است والله اعلم. خب چرا این وصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم در این وقت کرد در وادی مرگ خود، مرض مرگ؟ چرا این بسیار گپ چی است؟ گفت مردم سر یهود و نصارا وقت لعنت الله شد که اونا قبرهای پیغمبرای خدا چی ساختن؟ سجدگاه. یعنی اگر شما قبر مرا سجدگاه بسازین، سر شما هم چی میایه؟ لعنت الله میایه. وصیتش است که قبر مرا باید سجدگاه نسازین، بر پیش قبر من دیگ و مچم لنگر نمانین.
پیش قبر من مثلا ایدگاه و مجلسگاه جور نکنین. لعنت الله نازل شد. و لعن چی را گفتیم دیروز در درس گذشته؟ لعن چی است؟ الطرد من رحمت الله. وقتی که الله کس را لعنت کرد، علما میگن که اللعن الطرد من رحمت الله. طرد به معنای راندن است، یعنی از رحمت الله چی میشه؟ رانده میشه. دیگه حدیث صحیح البخاری درباره شرک است که میگه عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبي صلی الله علیه و سلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. از 7 چیزی که شما را هلاک میسازن، نابودتان میسازه، تباهتان میسازه در روز قیامت، از این 7 چیز خدا نگاه کنید. قالوا یا رسول الله و ما هن، گفتن ای پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم و ما هن، این 7 چیز هلاک کننده کدام است؟ رسول الله هم گفت که الشرک بالله. اولش چی را قرار داد؟ شرک قرار داد. الشرک بالله، اول شرک است به الله، دومش سحر است، سومش گفت و قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، و قتل یک نفسی که الله او را حرام کرده مگر به حقش. و حقش هم معلوم است، اگر مثلا قتل میکنه باز قصاص میشه یا مثلا مرتد میشه. و اکل الربا. دیگه چی هست؟ اکل الربا، سودخوری. مثلا در بانک کار میکنی، بانک های سودخوری هست، کامپیوتر کار هستی، در کامپیوتر لعنت الله بالایت میشه. بسیاری کساس مثلا خوب نماز هم میخوانه، میره در بانک های سودی، خوب هم میفهمه که 7% و 5% میره در اونجا در سود اند سر پیادهش هم لعنت الله. در بانک باید پیاده هم مقرر نشی، کامپیوتر کار هم نباشی، او که سود میخوره خوب. خب دیگه چی هست؟ و اکل مال الیتیم. دیگه چی هست؟ خوردن مال یتیم. و تولی یوم الزحف. و دیگر روزی که مسلمان ها در صف جهاد هستند، پیش میرن به جهاد، تو روی تا میگردانی، پشت تا دور میتی. و قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. و دشنام دادن زنان مؤمنه غافله. یک نفر مثلا یک زن بیچاره هست، حالا بسیار در بین مردم رواج است، گناه کبیره میکنن، خانم فلانی رو سرش میگه که زناکار است، چون فلانی هست، بدکار است، چطور است، این در جمله مهلکات است.